از تو باشد همه شعر و سخنم، از تو باشد همه نیروی تنم، از تو پرقدر به هر انجمنم، از تو مشهور به هر دور منم. توی دنیای وجودم، توی جان در بدنم، تاجیکستان وطنم، ای وطنم ای وطنم. از تو باشد همه شعر و سخنم، از تو باشد همه نیروی تنم، از تو پرقدر به هر انجمنم، از تو مشهور به هر دور منم. توی دنیای وجودم، توی جان در بدنم، تاجیکستان وطنم، ای وطنم ای وطنم. با شکرگزاری از تاجیکستان صاحب استقلال، السلام علیکم تماشابینان عزیز و ارجمند، دوستداران و مخلصان برنامه‌های تلویزیون سیمای شهری پنجکین. از آن شاد و ممنونم که باز توسط برنامه تبریکاتی و موسیقی زادروز مبارک مهمان کاشانه های پرفیض شماییم در این شام زیبا، در این لحظه های فرح بخش. آنهایی که در این سنه جشن مولود دارند یا دیگر سنه های میلادی حیاتی را جشن میگیرند، صمیمانه تبریک و تهنیت میگوییم. زادروز شما بوی بهار آورده، پیغام و فرح به روزگار آورده. با چنین بیت تبریکاتی شروع میکنیم به تمنیات های نیک شما. باعث تبریکاتی و شادباشی است که در این سنه گلدختر خاندان مقصود زاده یاسمن مقصود جان جشن مولود دارند. یاسمن، شما را با بهار 5 سالگی عمرتان تبریک و تهنیت میگویند بابایتان از فدراسیون روسیه نظامیدین، عمکتان فرخ، ینگهتان پروینه، برادرتان داوود شاه، اپهایتان ماه رخسار، گل رخسار و اهل عائله خویش و تباران صمیمانه تبریک گفته برایتان سلامتی، عمری درازی بی خزان، طالع بلند و تمام خوشی های رنگین کودکی را آرزو نموده چنین میگویند. گلدختر خاندان مقصود زاده یاسمن مقصود جان مولود نکوی عمرت را با امید و آرزوهای نیک تبریک گفته برایت از یزدان پاک شیرین ترین لحظه های خوش کودکیت را تمنا داریم. یاسمن، جمله مولودت مبارک، همان رخسار خوشنودت مبارک، تمام خانواده بر تو گویند یاسمن روزی زادروزت مبارک. تو گلی شکفته روی همه گلفیشان بیمانی، تو بهاری به خزانی همه به خزان بیمانی، همه دم کنیم دعایت که چونین زیبا بیمانی. زادروزی نکه مبارک باشد. آره یاسمن، تو واقعا هم گلی عشقی امیدی همگانی زیبایی برنایی و مولودی نکویت را تبریک میگوییم. یاسمن، گلی زیبنده ایامی زادروز، مبارک بادد این مولود این روز. نبینی در دو عالم در دو غم را، سعادت خواهمد هم بخت فیروز. زادروز مبارک باشد. رخت خورشید سان پر نور بادا، غم و غصه ز جانت دور بادا. مولود مبارک باشد. از بخت خندانت بینیم، چون لعل رخشانت بینیم، در هر بهاری عمر خود دائم گل افشانت بینیم. زادروزی نکوی مبارک باشد. گلدختر خاندان یاسمن، برای باز هم خوش و رنگین گذشتن این شام زادروزی ترانه درخواست نمودند. این لحظه تقدیمتان میگردد، پذیرا باشد. هر کی باشی آدمی ارزنده باش، گلبرین با چهره پرخنده باش. هر کی گیرد نامی نیکت بر زبان، بخت شو اقبال شو پاینده باش. با چنین بیت تبریکاتی مقصود زاده یاسمن، شما را تبریک و تهنیت میگویند پدرتان مقصود جان، عمکهایتان حسن، حسین، بختیار، عمهایتان گل جهان، مولوده، نور بیبی و کلی پیوندان نزدیکان خویش و تباران، خاصه اهل عائله تاشف ها صمیمانه تبریک گفته برایتان تمام خوشی های زیبایی های کودکی را آرزو نموده چنین میگویند. یاسمن جان، آسایش عمر ما شماید، در رشته مهر ما وفاید،
در هر نفس شما با ماید، در دیده و دل همیشه جاید. زادروز مبارک باشد. ای چشمه عشق ما خورشان باشی، ای ماهی محبتم درخشان باشی. در روزی تولدت دعای دارم، ای آسمانی عزیز مدام گلفشان باشی. زادروز مبارک باشد. یاسمن جان خودت گل هستی، گلی یاسمنی زیبا، قدت گل، چهره گل، پیراهنت گل، لبت گل، آستین گل، دامنت گل. با این گلها که داری در سر و پا، که پرورده بروزی زادنت گل. زادروزی نکوی مبارک باشد. میدونی الفبا برای سخن گفتن نیست، برای نوشتن نام تو است. عددها پیش از تولد تو به صف ایستادند تا روزی زادروزی تو را معین کنند. و امروز که در این سنه مولود داری، مبارکت باد این سنه فرح بخش. مبارک باد شما را جشن زادروز، شما زیباترید زیبا در این روز. تمنا میکنیم با قلبی سرشار، شما را باد عمری خوش مددگار. و اهل خانواده میگویند ایا یاسمن زیبا، ستاره در زمین هستی، ایا یاسمن دانا، تو ماه دلنشین هستی. کمال تو به دلها روشنی تازه بخشد، ایا یاسمن خورشید یکتایه، تو نوری نازنین هستی. زادروز مبارک باشد. اینک ترانه نوبتی باز هم ارمغان زادروزی تقدیمتان میگردد، پذیرا باشد. دخترم تاج سرم، ای امید و باورم، تو مسیر زندگیم تنها تویی هم سفرم. دست تو بارم بشه قلب من عزیز من، تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. وقتی عشقت میریزه من میخوام که بمیرم، آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم. من با دستای ظریفت میشه دنیا رو بگیرم، میشه حس خوب زندگی رو با تو ببینم. دست تو بارم بشه قلب من عزیز من، تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. وقتی عشقت میریزه من میخوام که بمیرم، آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. وقتی عشقت میریزه من میخوام که بمیرم، آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم.
الها مثل ماه تابنده باشد، چو غنچه با لبی پرخنده باشد. همیشه ما دعاگوی شما باشیم که در عالم کسی ارزنده باشد. بله بینندگان عزیز، آرزو میکنم مدام در فضای خاندان شما همیشه خرسندی باشد، شادی باشد، سرور باشد. روز، ماه، سال میگذرد، بعداً درک میکنم که تندرستی با ارزشترین دارایی بوده است. آسایش و آرامش بهترین نعمت بوده است. خداوند بهترین یار و یاور، دوست است. غرور بدترین دشمن انسان است. بی‌تفاوتی دردناکترین انتقام است. هر کسی میخندد بدون درد و غم نیست. هر کسی زبانش نرم است دلش گرم نیست. هر کسی با شماست لزوماً دوست شما نیست. خانواده بزرگترین شانس است. پس این شانسی که در پهلوی شما، در خانواده شما است، آن را احتیاط بکنید. به قدر بودنها، به قدر این لحظه های خوش برسید. با همین گفته ها بینندگان عزیز اینجا می رسیم به پایان برنامه. با شما بودیم راوی برنامه دلافروز حفیظ، تنظیمگر خیام جورایف. سلامت باشد.